گلنیسا دختر جان او این دوگونه تا آوردی رای درست یک باره خیس رفت روز دیگه زیخ شدم یک شبک می استاد کلچه به مزه پختم پخت پس کردم خوراکی بهترینم پختم گفتم امشب میشینیم خرسندی میکنیم اوچا جان آخه دیدت که کارش برآمد خیلی گفت این هفته میارم خوب شد که رفت همش خودم میخورم جانی حالی مامو شوخی ها ده مهمش کمش ما یاد کردم که بیاید به شوخی که گم زنه کیه؟ منوچه؟ انیق منوچهر بود تو به دایی نمیشه بی نامعقول میکنی ها؟ در پیش حق همسایه ها شرمنده میشه اومدن ایره و خیه عمری خدای قفمون میپویا بته قیچیره کامون 100% کو السلام علیکم خونه از بدلاه؟ همینجا خودش نیست؟ استو همینجا کار کدیستم نبینیم شما پیش رو سلام علیکم علیکم سلام موضوع کار سلامت رئیس خیلی چقدر کار بود؟ سلامت فهمو بیننده همی کار حلال کنده کاری خونه ای برادر ما این کار در همه خونه باید یکی باشد خوب رئیس باید اون کبوده که افتران یکم خونه کم بخده با اکه تا خفشن خوب رئیس باید همین اون مردک مهنت میکنه در روسیه در کیم کجا عذاب کشیدن پول میره تمام میته باوری خطی که ما نتیجه پتالوکی 100% کنیم کار شما باید صفتش در همه جا صفت خوب باشد شرکتی ما کدام شرکت شرکتی عالم رنگ‌ها عالم رنگ‌ها شما فعالیتی 10 ساله ها بله 10 سال شد که ما در خدمت مردم آب رو داریم مخدوم من آب روی خدمت بندر نزانیم میشود السلام علیکم. من بگم انتظار نمیاد. السلام بچه‌ها. سوز انتیجر احمد. تشکر برای خدمتتون. سلامت باشین. بچه‌ها ما استورا دعوت کردیم در اینجا خودت تشویش کشیدی. خونه برادر سلامت باشین. بچه‌ها خدمت را باشین. من نه تنها خونه دوست برادر من تمام خونه مردم من خیلی گو بیخبر اومده بچه را نظارت میکنه بهترین کارم این شرکت ما آدمی رنگ‌ها برای همون مهنت حلال کردن در کار من مهمان شدیم خونه شما در سلامت باشید خوش آمدید زنده باشید خدمت را باشین قدم را باشین خوب بچه ها خیلی کار دیدن گیرید برای کار خیلی یک صحبت کنیم برای مسئولیتی بیا برام جان بیا
حاوچه تلفن در کجای دلیر در زنگ زدن در کن من شناختم بای منوچهر بود منوچهر منوچهر نبود اوچه خب که تو شناختم آخی اوچه جانی نگید اوچه منوچهر نبود خب که اوخی نمیدونم چه جون؟ الو دلی جان توی وای نمیدونم که کسی بود که شب خونه در اومد چی؟ چی؟ نه من ندیدم نمیدونم کیه کی بوده به احمد؟ نه من ندیدم خواهر دیده گوش کجا؟ شاید من فهمیدم بازی نگاه کنید شما اما در تلفن وقت کم کنیم اگر اینکه رجبانی همسایه کو اون بگیم که مزارت کرده بیسته من نصیب باشم میخیزم سهر میخیزم میام سهری میوی خیلی بچه جان بر وقت میو که ما میترسیم دیگه تمام شید شما آرام که نترسید اگه میدان هیچ گپ نیستم ممکن دزدی در اومده بکنم دست بچه نمیتونیم خوب کنم تمام برش کن مایل بچه جان مایلش اوچه من درسید اوخی آخر وای نو ای محبس بر اومد اگر دلیل بیاید یکی نگویم ها نگویم منو چیره اگر گویم هیچ کار نمیکند اوچه کورچه که تو نشنه نه بچه اوچه جان شما درسید بیوید هیچ کار نمیکند اوخی این زندگی را هیچیش نمونده نه فضلش مونده نه برکتش مونده این همی شکم شدگی تمام هیچی زندگی یا عمرم به همه انتظاری رفت پیر شدم به همه انتظاری جوانیم رفت بزنم چی نمیرسه چی خناشرگی میکنی؟ چیم نمیرسه؟ شوا دیر میایی حاضر با نمی اومدگی شده کم کم جورا بازی رستوران به رستوران میگردی بزنم یه بار نمیپرسی که برای چی در میایی؟ تا اینا برای چیه؟ من برای کی میجمم؟ برای کی مهنت میکنم؟ شب خونستم روز خونستم برای کی؟ برای تو برای نت کودکت که گشنه نمانی تشنه نمانی هی چی تا کارگر صرفم رفتم دوای ترا نرفتم زنش با خدا من هم نه کار در کارای نه هم کارخونه در کارای نه همی شاو دیر اومدنود همی بیام بیستی بس کن همی خدر اومدنود باشه سرفرای مرا تا مردنت نمیروی چه خیل سوز میشوارم ها خوب اسی نبیره باباش بله خوبم نبیره باباش با دقت گوش کن منو آمده بود کی؟ اکه منو آمد؟ اوضاعش بسیار بیجا بود گبزنی توی با خواهرش دیده است نشود که در نزد خویش و تبار و همسایه ها سرمان خم شود نه بابا جان نه بابا جان من ابیرای کیم من کاری نمیکنم که سر شما در نزد مردم خم شود خوب شده است نبیره باباش وقت شود می آیم بله سلام رسون مایلش بابا جان خوب چه خبرسی؟ چه کدام اکا؟
در کجا ششتگی؟ میدونی که در بالای تجهیزات شیشتن ممکن نیست. ببخشید که نفهمیدم. یگان آسیب دیدگی باشه وقتی کلینت که خریداریش کرد جوابگاریش در سر ما میشود. میفهمی؟ بخشید که برای کلینت اومد. با فکر ما پشتی هفته فهم خوشم میرسه. درو بیا با بیرون. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. این خانه منوچهره؟ بله خانه منوچهر جان. خودش هم اینجا داشت؟ نه منوچهر جان نیستم. تینجی هست؟ تینجی خوکای؟ اگر تینجی می بود من خانه منوچهر کفته می اومدم. درایید ایلو همسایه چی میگوید؟ از ایل همسایه میترسیدن؟ من ایل همسایه نمیترسم. شب نیمی شب منوچهری تو به خانه در اومدم. من داد و ویلا گفته به کوچه بر اومدم. تمامی حق همسایه ها گوش کردن دیدن شرمنده شدم. از شرمندگی خدا پناه دارد. منوچهری من به این کارها دست نمیزند. منوچهری من بسیار بچه با تعلیم تربیت دیدم. چی؟ با تربیت؟ او با تربیت باشه شب نمیشه در خانه من چیکار میکنن؟ من دختری قدرس دارم، دختری به شوهر میبرآمدگی دارم، دختری به پدر دارم. اوی باری آخرین آگاه میکنم اگر یک باری دیگر شب نمیشه به خانه من درآید من راست پیش ملیسا میروم. فهمیدی؟ آروم شوید دوگانه آروم شوید. منوچهر که آمد صحبت میکنم. چی صحبت میکنی؟ دافی دیگر ملیسا برای چی؟ من خودم می آیم با خواستگاری خانه اتون. چی؟ خواستگاری؟ خدا میشوه. یا توبه خدا میشوه. بله میبخشه دیه دختری من پدر دارد. میلش آخی؟ من با پدرش مصلحت میکنم. اگر پدرش راضیگی شتید انا بعد من به شما اجازت میدیم که خواستگاری بیایید. فهمیده؟ فهمیده؟ بیامونید بیا عصبی نشوید. چه عصبی نشم؟ تمام باری آخران من دیگر به اینجا بر نمیگردم. فهمیدی؟ دیگر من به اینجا بر نمیگردم. نقص فکر کنید بچه‌تون پیش رش گیرید. من با پدرش نصیحت میکنم. ایووی منوچهر منوچهر کجا؟ بیا نبیره باباش. بیا سیاوش جان بیا خوبم بیا کنی. بیا السلام علیکم. خوب هستی سیاوش جان؟ شین کنی؟ خیلی شده که آمدی سیاوش جان؟ خیر گفتم تا آخرم بابا جان شادی نیست زیغ شدم راستی. شادی نزیغ شدی ها؟ در محله هوای بود. هوای هم رفت خرم تا قزیق شدم راستی. هیچ گپ نی سیاوش جان هیچ گپ نی. تمونی نزدیک شادی رو باز میشه برای چی نمیشنه؟ خویا زنگ زنه چی میگم؟ سیاوش جان رئیسش جا نمیشه. تلفن میکنم میگم سیاوش میبید نزد کاردگیر در نظر. اگر خشاب بهترین میشه بابا جان. اگر کار نیست؟ نه همه کار شدگیه سیاری. خب بابا جان ما اومده خبرتون میگیرم اگر معلش خبر گیر. خب معلش بابا جان. خب سیاوشه
اینا برای چی تلفنش کشیدی؟ سبام ویران کرده. چی شد داچه؟ کجا بوده؟ چی میشه؟ خونه اینم منیشه رفته شرمندگی و شب رو بردم. تاکید کردم که اگر یک باری دیگر خونه بیاید راست پیشی میلیسم. چه برای چی؟ برای چی خونه من؟ خیلی برای چی؟ او شب میشه خونه من نامعقول میکنه. من دختری قدرست دارم، کلین دارم. این بچم فهمه تیکه تیکه میکنه. چجا من میگویم منچر نبود آخه. همون بود. من با چشمی خودم دیدم. نه که تاکیدش کردم. یک باری دیگر در همین خونه بینم راست ملیسادم میتیم گفتم تمام. اگر روزی منچر نباشه چی میشه؟ همون بود. خونه ویو رفته. همون بود. روه. ای خدا جون. ای خدا جون. چی میشه؟ خدا جون کاره کن که شرمنده نشه. سلام علیکم رئیس. بچه بخیر اخی من زنه اگیم شیرین من اشان خیم چی؟ شیرین من اشان خیم جان آخی جان. من برای تو پاییزه چپا میکنم در کار شما میفهمی؟ چی؟ سرم کلای؟ در کار شما برای تو موی سر میچسبانم خوشم غوص میکنم. در عشق ای سر چندین تاشلش بیدگیه نیکی من فقط تو را انتخاب کردم. نصیب خدای میفهمی؟ توقعی تو